سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه که قسمت قبلی رو ندیدید حتما برید اول ببینید و اینکه لینکدینتون رو ساخته باشید، همه قسمتاش رو طبق توضیحات پر کرده باشید، بعد رزومتون رو هم ساخته باشید و منتظر این باشید که حالا کار رو پیدا کنید، رزومتون رو ادیت کنید و بفرستید. این ویدیو دو بخش داره. یه بخشش واسه کسایی هستش که ایران هستن و دنبال دورکاری هستن، یه بخشش هم کلا واسه هر کسی هستش که دنبال کار هست. خب اول از همین میریم توی قسمت جاب و خب حالا این قسمت که تایتل هست می‌نویسیم که عنوان کاری ما چی هستش. مثلا ممکنه ما معمار باشیم، خب ممکنه ما طراح داخلی باشیم، ممکنه ما سیویل انجینیر باشیم، هر عنوان کاری که داریم. این قسمت هم در واقع کشورهایی هستش که ما دنبال کار می‌گردیم که میتونه هر کشوری خوب باشه، ولی پیشنهاد من این هست که کشورهای همسایه، به خاطر اینکه هم سبک طراحیشون، هم قوانینشون، هم مدل در واقع طراحی کردنشون و اسکلت ساختمانیشون و قوانینشون کلا شبیه ایران هست، خیلی راحت‌تر کار پیدا کردن. ولی خب مثلا کشور دیگر رو اگر بخواید مثلا انجام بدید، حتما باید برای قوانینش مطالعه کنید و یک کم بیشتر وقت بذارید. خب حالا من میام اینجا و بعد اینجا رو هم آمریکا رو انتخاب میکنم، طراحی داخلی توی آمریکا. یه صحبت کنم در شروع کار. اینجا یه لاین میبینیم که در واقع آیکون‌های متفاوت داره. این دیت پوستد هستش. توی این قسمت اینجا هر کاری که تا حالا گذاشته شده، یعنی مثلا ممکنه کار واسه 6 ماه پیش باشه، اینجا از کاری که ماه گذشته گذاشته شده، پس ویک هفته گذشته و 24 ساعت گذشته. چه جالب که مثلا توی 24 ساعت گذشته 822 تا کار گذاشته شده. توی اکسپریانس لول این هستش که شما مثلا ممکن تازه کار باشید یا ممکنه سنیور باشید، میتونید تیک بزنید، باز دوباره فیلتر میکنه، میتونید هم تیک نزنید که همه جابا رو بیاره و تصمیم بگیرید. خب حالا من اینو هم میذارم. بهتره بذارید روی any time نذارید، ممکن کاری که مثلا دیگه هایرینگ رو انجام نمیدنم باشه، بهتره روی past month باشه. بعد بیاید و توی قسمت سالری هم خب اینا بر سالیانه هستش. مثلا شما میتونید بگید کاری که سالیانه $200,000، 118 تاست، $140,000، $80,000، $40,000، همینطور همه کارا هستش. خب حالا من اینو کنسل میکنم و بعد این قسمت از همش مهمتره، کامپانی رو هم بگم. ممکنه شما یه شرکت خیلی خاص مد نظرتون باشه، خب فقط برای اون اپلای میکنید، یا اونو مد نظر دارید، ممکنه هم که همه کامپانی‌ها باشه، خب دیگه هیچی رو انتخاب نمی‌کنید. این قسمت خیلی مهمه برای کسایی که میخوان دورکاری انجام بدن، حتما ریموت رو انتخاب کنن، آن سایت رو انتخاب نکنید، چون که حتما میخوان نیرو توی دفتر یا شرکت حضور داشته باشه. هایبرید به این معنا هستش که بعضی از روزا دورکاری انجام میده و بعضی از روزا حضور داره. شانستون بیشتر توی ریموت هستش، بعدش توی هایبرید و توی آن سایت میشه گفت صفره. پس تمرکزتون اول روی ریموت باشه و بعد روی هایبرید. خب حالا من ریموت رو انتخاب میکنم و میگم که نشون بده بهم که در ماه گذشته کار ریموتی که در آمریکا و برای طراحی داخلی هستش چیا هستن و میبینم این کارا وجود داشتن. خب کار اول این هست، میبینم که توی این شرکت 1 ساعت پیش این عنوان شغلی گذاشته شده، 1 نفر توی 1 ساعت گذشته فقط 1 نفر در واقع اپلای کردن. کار دورکاری هست، فول تایمه و گفته اگر تازه کارم هستید میتونید اپلای کنید. خب در مورد جاب دیسکریپشن هم یه توضیحاتی داده و بعدم اون چیزایی که ویژگی‌هایی که شما باید داشته باشید هم گفته که حالا مثلا
چه نرم افزارهایی رو بدونید و در واقع بنفیت هایی هم که هستش هم باز دوباره توضیح داده. خب حالا برای اپلای کردن دو حالت پیش میاد، یا اینکه از طریق سایتشونه که حالا بریم ببینیم، یا از طریق خود لینکدین. مثلا الان اینجا از طریق سایتشون هست، میاید پایین و بعد اپلای میکنید برای این کار. حالا ممکنه مثلا از شما بخواد که در واقع رزومه، پورتفولیو و حالا چیزهای دیگر رو هم آپلود کنید. بعد بعضی وقتا هم خب حالتی هستش که از طریق لینکدینه که میبینیم. خب یه دونه جاب دیگر رو ببینیم. قبل از اون یه نکته خیلی مهم رو بگم. ببینید ما اول این حتما شرکت رو در واقع فالو کنید. من فالو کردم اینجا، اگه فالو نکرده باشید به این صورت فالوش میکنید، میاد پایین میبینید که این قسمت هوم در مورد کامپانی توضیح داده، یه اوورویو داده، اینجا وبسایتشون هست، توی چه اینداستری فعالیت دارن، سایز شرکت چقدر هستش، بعد پست هایی که این شرکت گذاشته، جاب هایی که این شرکت داره، مثلا الان 3 تا و جالبه که بیشتر این طراحی داخلی هم ریموت هستن. و بعدش پیپل خیلی مهمه. اونه که حاله سبز دارن به این معنی هستش که دارن دنبال کار میگردن. اونایی که توی ویدیوی قبلی هم براتون توضیح دادم، اونایی که حاله بنفش دارن ریکروترن، یعنی کسایی هستن که در واقع دارن پروسه هایرینگ رو انجام میدن. و این دوستانی هم که هیچ چیزی ندارن، هیچ حاله‌ای ندارن، به این معنی که خب از کارشون راضین و فعلا هم تصمیم دارن که تو همین شرکت باقی بمونن. خب اگه که اون حاله بنفش رو پیدا کردید حتما باید بهش پیغام بدید و سر صحبت رو باز کنید. در کنار اون باید ببینیم که مثلا اینا ریکروتر به معنی کسایی هستن که در واقع پروسه هایرینگ رو انجام میدن. خب حالا باز میکنیم و اینجا فالو میکنیم، کانکت، اد نوت، اینجا سلام علیک میکنید و میگید که اینترستد هستید برای این جاب پستینگ، این توانایی رو دارید و چت کردن رو در واقع سر صحبت رو باز میکنید. در کنار اونم میاید و با افراد دیگه‌ای که تو همین شرکت هستن و طراح داخلی هستن پیغام میدید، باز دوباره با اونا رو فالو میکنید و باهاشون صحبت میکنید که من طراح داخلی هستم، خیلی اینترستد هستم که توی این شرکت کار کنم و این رزومه من هست، این پورتفولیو من هست، میتونی مثلا به عنوان کسی که اونجا داری کار میکنی من راهنمایی کنی و برات امکان داره که وقت بذاری و به من کامنت بدی در مورد رزومه و پورتفولیو من و سعی کنید در واقع این گفتگو رو برسونید به یک زوم کار یا یک زوم میتینگ. البته همون چتای اول نه، ولی اگر این امکان اتفاق بیفته و بتونید دوست بشید با هم دیگه، حتی اونا میتونن ریفرال شما بشن برای که بتونید اون جاب رو بگیرید. خب بریم یه دونه مثال دیگه. مثلا architectural engineer، حالا باز دوباره ریموت رو انتخاب میکنم، هیچ گزینه‌ای وجود نداره، هایبرید رو انتخاب میکنم، همینطور وقت تلف نمیکنم، کشور رو عوض میکنم، میرم باز دوباره سرچ میکنم، میبینم یه عالم موقعیت کاری وجود داره، ریموت رو انتخاب میکنم، 13 تا ریزالت رو میخوام ببینم. بعد به همین ترتیب باز دوباره
کدوم شرکت هست؟ این شرکت. هوم رو میبینیم چه ویژگی هایی داره، در مورد شرکت، وبسایتشون، شماره تلفنشون، پستایی که گذاشتن، جابایی که گذاشتن، مثلا architectural technologist، CAD technician، همشون خب مثلا کارایی هن که خوبن، و people که خیلی مهمه. باز دوباره دنبال ریکروتر میگردیم، ببینیم ریکروتر رو پیدا میکنیم که بتونیم بهش پیغام بدیم بله این 2 نفر دارن کار در واقع هایرینگ رو انجام میدن. فالوشون میکنید، کانکت میشید، اینجا نوت میذارید براشون. در کنار اونا میتونید از بقیه کسایی که اینجا دارن کار میکنن و همین کار رو دارن انجام میدن میتونید کمک بگیرید و در نهایت در واقع نتورک کنید باهاشون. چیزی که خیلی مهمه اینه که قبل از شروع به کار ببینید که آیا این کاری که دارید واسش اپلای میکنید فقط عنوانش در واقع شبیه یا اینکه واقعا شما این همین تخصص رو دارید. خیلی دقت کنید که واقعا این مواردی که میخوان هم چیزایی باشه که شما اون تخصص رو دارید و بعدش هم این که حتما بعد رزومتون رو بر اساس این جاب دیسکریپشن تهیه کنید. نکته دیگه این هستش که میتونید از یک AI استفاده کنید که خیلی بهتون کمک میکنه. AI که میخوام معرفی کنم این هستش TEAL AI. اینو سرچ کنید، خودش لینک میشه به لینکدین شما. این جاب رو سیو میکنید، بعد که سیو میکنید شروع کنید به رزومه ساختن و خیلی مهمه که از همونطور که خودش داره به شما میگه این هارد اسکیلایی که خیلی مهمه رو اومده گفته، کلماتی هستن که خیلی مهمه. شما باید حتما توی در واقع رزومتون از این کلمات استفاده کنید. هارد اسکیلاتون مثلا شما حتما باید اتوکد بدونید، بعد بیلدینگ کد بدونید. اگه مثلا نیاد تو رزومتون از این کلمات استفاده نکنید شانس این که اصلا رزومه شما دیده بشه نیست. برای همین استفاده کردن از این AI میتونه خیلی بهتون کمک کنه که یه رزومه داشته باشید که شانس شما رو خیلی بالا ببره، برای اینکه رزومه خیلی خوبی تهیه کنید و اینکه بتونید جاب رو بگیرید. امیدوارم که این ویدیو هم براتون کاربردی باشه. تا ویدیو بعد، خدا